تنها ماشین ایرانی که حتی واسه بنز و BMW هم گردن کلفتی میکنه. ستون شماره 1 ماشین بازی داداشم 405 هنوزم بعد 30 سال لات خیابونای ایران به حساب میاد. یه ماشین 1070 سر حال و تیز و بوز که اگه یه موتور تیو 5 هم روش بندازی 0 تا 100ش زیر 9 ثانیه میشه. 206 رو که این دناهای لوازمی هم که دیگه به گرد پاش هم نمیرسن. گرفتنش ناممکنه چون تا 220 سرعت میره. البته تا وقتی که محسن دارستانی پلی نباشه، اون موقع F35 هم به پاش نمیرسه. یه اسب وحشی رام نشدنی از دیار ناپلئون کبیر که رکورد فروش رو تو خود فرانسه هم شکست. یه نسخه مسابقه خفنم ازش ساختن به اسم 405 تی 16 که 660 اسب بخار قدرت داره، یعنی 20 تا از پورشه 911 توربو هم بیشتره. سواری نرم و رخ با ابهتش هم کاری کرد که تو ایران پشمای ماشین با زفر بخوره. به قدری هم وفاداره که هنوز خیلی از تعمیرگارا قلقش یاد نگرفتن و خیلی از قطعاتش نو تو بازار مونده. خلاصه که لات خیابونا برازنده این داداشمونو. اگه باهاش حال میکنی لایک و بکوب و مجله فکت رو